شده بود، پول گم کرده بودم. خلاصه یک جای ریده بودم تو خودم. برگشتم خونه و یه بابا اومد گفت بگم به بابای من قرقری خوابم بیدار شده بود. پس ماست کو؟ گفتم آره نمیدونم چی شد، پولمو گم کردم. اینا گفت واو خدایا این بچه کی میخواد مرد بشه، کی میخواد بزرگ شه، پیر شدیم کشتیمون و مثلا نمیخوای مرد بشی و بدبخته و یه ماست نمیتونی بخری. پارسا تو مردمونی، بیا این 200 تومنو بگیر برو یه ماست بخر بیا نشون آریا بده که ماست خریدن چه شکلی. منم دیگه دیدم بابام داره غر میزنه، اصلا جهنمی شده بود دیگه. رفتم شروع کردیم بازی کردن، مثلا یه آقای گل بازی کردیم و بعد دیریب تو گل بازی کردیم و بعد هفت سنگ بازی کردیم. این 3-4 تا بازی کردیم. بعد غروب داره میشه. نه پارساکو نگران شدم، رفتم سر کوچه آدایی مارکتایی و رفتم تو دیدم پارسا خوابیده زیر یخچال رو، اینو پولش گم کرد. آجی پولمو گم کردم.